سفر مشهد اگه میای زیارت یه سرم به اینجا بزن که تفریحاتت اینجا به راهه. همه فکر میکنن مشهد هیچ تفریحی نداره، اما اینجا بیشتر از 200 تا بازی و تفریح هیجان انگیز برای تمام سنین داره و از اقتصادی ترین تا لاکچری ترین تفریحات رو میتونی خانوادگی تجربه کنی. ما اول رفتیم فاز 3 که سافاری پارک بود و آیتم خفن سافاری رو انتخاب کردیم که خیلی هیجان داشت. بعد از اون رفتیم سراغ تفریحات آبی. کی فکرشو میکرد توی مشهد بشه قایق سواری کرد، اونم هر نوع قایقی که تو بخوای. فاز 3 مجموعه کلی آیتم خفن داره، مثل بازی‌های VR و واقعیت مجازی، درشکه سواری، تونل وحشت، زیپلاین، بزرگترین پیست کارتینگ مشهد و موتورهای ATV، باگی، دریفت، محوطه بازی کودکان، کافه، رستوران و هر چیزی که تو فکرشو بکنی. میریم سراغ فاز 2 این مجموعه که برای خودم از همه جذاب‌تر همین تلسیجش هست که بعدم میتونین عکساتون رو تحویل بگیرین و کلی بهتون خوش میگذره. این قسمت کلی کافه و خوراکی‌های جذاب داره، حتی کافه قلیون هم داره. اما هیچکس نمیدونه که مشهد رستوران گردان هم داره که توی ارتفاع میتونی اوردتو میل کنی و از بالا همه چیزو ببینی. اگر مسافر مشهد هستی، پیج مشهد رزرو که توی کپشن تگ شده تور اینجا رو براتون روی هتل هاش گذاشته. برای اطلاع از هزینه بازی ها کلمه تفریح رو کامنت کنید.